گوش دادن عمیق یعنی اونقدر با دقت و حضور به طرف مقابل گوش بدی که احساس امنیت کنه و بتونه واقعاً خودشو بیان کنه. اما راستش انجامش خیلی سخت‌تر از چیزیه که به نظر میاد. چون معمولاً وسط حرفای طرف ذهنمون میره سمت این که بعدش چی بگیم، یا داریم تو ذهنمون قضاوت میکنیم که باهاش موافقیم یا نه. گاهی هم عجله داریم یه راه حل بدیم در حالی که اون فقط میخواد شنیده بشه. حتی سکوت هم برامون سخته، رعایتش نمی‌کنیم و رشته افکار طرف رو قطع می‌کنیم. این عادت‌ها باعث میشن آدما حس کنن کسی واقعاً بهشون توجه نمی‌کنه و همین باعث دلخوری، سوء تفاهم و فاصله توی رابطه‌ها میشه. چه تو خونه، چه سر کار، چه تو جامعه. ولی اگه گوش دادن عمیق رو تمرین کنیم، اتفاق جالبی میفته. طرف حس ارزشمند بودن میکنه. گفتگوها عمیق‌تر میشن و حتی خودمونم آرومتر و پذیراتر میشیم. این مهارت آسون نیست، ولی پاداشش واقعیه، چون تو دنیایی پر از سر و صدا فقط با گوش دادن واقعی میتونیم دوباره همدیگر رو بفهمیم. قبل از اینکه شروع کنی به گوش دادن واقعی، یه لحظه مکث کن، سرعتت رو کم کن و یه فضا بساز، هم برای خودت، هم برای اون آدمی که روبروت نشسته. گوش دادن عمیق وقتی اتفاق میفته که طرف مقابل حس کنه امنه، قضاوت نمیشه و قرار واقعاً شنیده بشه. برای همین محیط مهمه. یه جای آروم و راحت پیدا کن، موبایل رو بذار کنار، اگه روبرو نشستن حس رسمی میده زاویه دار بشین، حتی یه لیوان چای یا آب تعارف کردن میتونه فضا رو صمیمی‌تر کنه. ولی فقط محیط بیرونی مهم نیست، باید فضای درونی خودت رو هم بسازی. قبل از شروع گفتگو یه نگاهی به حالت روحیت بنداز. ببین آرومی یا ذهنت پر از استرس و نگرانیه. چون اگه خودت پریشونی نمیتونی درست گوش بدی. یه بخش دیگه هم هست که خیلی‌ها نادیده میگیرن. سایه‌هات. همون بخشایی از خودت که معمولاً ازشون فرار میکنی. ترس‌هات، رنجش‌هات، ضعف‌هات. اگه بهشون آگاه نباشی، وسط گفتگو خودشونو نشون میدن. اونم معمولاً به بدترین شکل. پس قبل از گوش دادن به بقیه، اول به خودت گوش بده. هرچی حضور و آرامش بیشتری در لحظه داشته باشی، احتمال اینکه طرف مقابل بتونه حرف دلش رو بزنه خیلی بیشتر میشه. وقتی تونستی فضا رو بسازی، هم دور و برت، هم توی ذهنت، وقتشه بری سراغ قدم سوم، حضور داشتن. شاید واژه حضور یکم انتزاعی به نظر بیاد، ولی تأثیرش کاملاً واقعیه. وقتی واقعاً تو لحظه‌ای، طرف مقابل حسش میکنه. دیگه ذهن درگیری جواب دادن یا قضاوت کردن نیست، فقط اونجایی، با تمام وجودت. همین باعث میشه اونم راحت‌تر و صادق‌تر باشه. البته حضور یه چیز ذاتی نیست، تمرین میخواد. مثلا میتونی چند تا نفس عمیق بکشی، کف پاهاتو روی زمین حس کنی، یا فقط به حالت بدنت دقت کنی. هر بار حواست پرت شد، دوباره برگرد به لحظه، به اون آدم روبروت. حالا وقتی حضور رو پیدا کردی، میرسی به قدم بعدی، کنجکاوی. کنجکاوی واقعی یعنی بخوای طرف رو بفهمی، نه اینکه فقط منتظر باشی نوبت حرف زدن خودت برسه. باید با دل و ذهن باز بری جلو، بدون قضاوت و بدون اینکه بخوای نتیجه خاصی بگیری. اینجا فروتنی و همدلی خیلی مهمه، یعنی قبول کنی همه چی رو نمیدونی و سعی کنی حس و دنیای طرف رو درک کنی. در نهایت، حضور و کنجکاوی با هم یه ترکیب طلایی میسازن. یکی توی لحظه نگهت میداره، اون یکی کمکت میکنه واقعاً بفهمی چی پشت کلمه هاست. آخرین باری که یکی توی چشمات نگاه کرد و حس کردی واقعاً دیده شدی، امنی و تنها نیستی کی بود؟ همون لحظه در واقع یه نوع گوش دادن عمیق بود. این همون قدم پنجم گوش دادن عمیقه، نگاه رو نگه داشتن. یه نگاه نرم و آروم بدون قضاوت، خودش یه پیام داره. من اینجام، برام مهمی. لازم نیست چیزی بگی، فقط با نگاه و حضور آرومت نشون بده که داری به دل گوش میدی. اگه تماس چشمی مستقیم برات سخته، میتونی کمی زاویه بگیری یا گاهی نگاهت رو بدزدی تا فضا طبیعی تر بمونه. حتی نفسات، حالت بدنت همش مهمه، چون آرامشت منتقل میشه. اما گوش دادن فقط با چشم نیست، با سکوت هم هست. این میرسه به قدم ششم، نگه داشتن سکوت.
سکوت خلأ نیست، بلکه بخشی از گفتگوست. وقتی طرف مکث میکنه، نه ترس، لازم نیست چیزی بگی. بذار سکوت جا بیفته. اغلب عمیق‌ترین حرفا درست بعد از همین سکوت‌ها گفته میشن، وقتی گوینده حس میکنه عجله‌ای نیست. پس حضور داشته باش و ساکت بمون، نه برای پر کردن فضا، بلکه برای ساختنش. همین حضور آروم شما باعث میشه طرف مقابل راحت‌تر خودش رو پیدا کنه و چیزایی بگه که شاید حتی خودش هم نمیدونست قرار گفته بشه. وقتی یه نفر حس کنه واقعاً شنیده میشه، معمولاً به چیزایی میرسه که خودش هم قبلاً نمیدونسته توی ذهنشه. این همون قدم هفتم گوش دادن عمیقه، بازتاب دادن. بازتاب یعنی یه پاسخ کوتاه و سنجیده به چیزی که شنیدی. نه تکرار، نه خلاصه. یه جور نشون دادنه که شنیدم، فهمیدم، باهاتم. با این کار به طرف مقابل فرصت میدیم مکث کنه، فکر کنه و شاید حتی حرفاش رو واضح‌تر بیان کنه. کافیه با جمله‌های ساده‌ای مثل به نظر میرسه که یا حس میکنم که شروع کنی. اگه برداشتت اشتباه بود اشکال نداره. مهم اینه که اون حس کنه واقعاً بهش توجه داری. و این ما رو میرسونه به قدم هشتم، عمیق‌تر شدن. وقتی فضا امن باشه، آدم‌ها کم کم لایه‌های پنهون فکر و احساسشون رو نشون میدن. اینجا نقش تو اینه که با آرامش و حمایت همراهشون بمونی. اگه حس کردی یه چیزی هنوز گفته نشده یا نامعلومه، میتونی با ملایمت بپرسی میخوای بیشتر دربارش بگی؟ یا الان چی برات مهمتره؟ بازتاب دادن و عمیق‌تر شدن گفتگو رو از سطح حرفا میبره به عمق معنا. هم به گوینده کمک میکنه خودش رو بهتر بشناسه، هم به تو که یاد بگیری با حضور و صبر واقعاً گوش بدی. حالا که با 8 گام گوش دادن عمیق آشنا شدی، وقتشه یه قدم جلوتر بری. چطور مسئولانه گوش بدی و از خودت مراقبت کنی. گوش دادن عمیق یعنی برای بقیه فضا بسازی، اما در کنارش باید حواست به خودت هم باشه. چون وقتی کسی با صداقت حرف میزنه، ممکنه احساسات یا خاطرات خیلی سنگینی رو باهات در میون بذاره. این اعتماد سنگینه. پس باید با احترام، دقت و انسانیت جوابش رو بدی، حتی اگه دیدگاهش با تو فرق داره. گاهی لازمه بپرسی مطمئنی که میخوای اینو بگی؟ یا اگه بحثی خطرناک شد بدونی چه موقع باید اقدام کنی یا حتی فاصله بگیری. یاد بگیری تشخیص بدی کی به حد خودت رسیدی. این ضعف نیست، بخشی از گوش دادن درسته. قبل از هر گفتگوی سنگین از خودت بپرس آیا آمادگیشو دارم؟ آرومم؟ میتونم بدون قضاوت گوش بدم؟ و موقع گوش دادن سوالاتی بپرس که گفتگو رو باز کنه، نه اینکه بازجویی به نظر برسه. کنجکاو باش، نه فضول. گاهی هم بد نیست کمی از خودت بگی تا فضا صمیمیتر بشه. بعد از گفتگو عجله نکن. یه نفس عمیق بکش، فکر کن چی فهمیدی و چه حسی داشتی. یادت باشه، گوش دادن قدرتمنده ولی نامحدود نیست. مراقبت از خودت هم بخشی از هنر گوش دادنه.